دردی که از قسمت پایین کمر و لگن شروع میشه و به پشت ران، ساق پا و حتی انگشتان پا هم میتونه سرایت کنه. تحت عنوان درد عصب سیاتیک شناخته میشه. اگه شما هم این درد رو تجربه کردین، پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو همراه من باشین، چون میخوام عصب سیاتیک رو براتون کاملا توضیح بدم و در ادامه تمرین درمانی اونو برای اینکه بخواید تو خونه درمانش کنین رو بهتون آموزش میدم. درد سیاتیک میتونه منشأ و علل مختلفی داشته باشه. یکی از اون علل دیسک کمر یا بیرون زدگی دیسک کمر هستش که در این ویدیو من کامل براتون توضیح دادم. پیشنهاد میکنم حتما ابتدا اون ویدیو رو ببینید. و دومین مورد تنگی کانال نخاعی هستش که میتونه باعث درد سیاتیک بشه. و مورد بعدی سرخوردگی مهره ها روی هم یا اسپوندیلولیستزیس هستش. و مورد آخری که میتونه باعث درد سیاتیک بشه ناشی از عضله پرفورمیس هستش که این رو هم در این ویدیو کامل براتون توضیح دادم که شما حالا بسته به این که درد سیاتیک شما منشأ و عللش کدوم هستش میتونید اون رو درمان کنید. عصب سیاتیک که به عنوان طولانی ترین و بزرگترین عصب بدن شناخته میشه، از 5 ریشه عصبی در پایین کمر که شروع میشن و این ریشه های عصبی از طریق روزنه یا همون کانال نخاعی که خارج میشن در سمت پایین به همدیگه رسیده و به طور معمول عصب سیاتیک رو تشکیل میدن. ضخامت عصب سیاتیک دقیقاً در همین ناحیه در اندازه یک انگشت شست انسان هستش که به طور معمول در زیر عضله پرفرمیوس قرار داره و این عصب به سمت پشت ران حرکت میکنه و در بالای پشت زانو به 2 عصب تیبیال و عصب پرونال مشترک در واقع تقسیم میشه. برخی از شرایط درد کمر میتونه باعث تحریک این عصب سیاتیک بشه. در اکثر موارد علائم سیاتیک ناشی از اختلالات تو ریشه های عصبی 4 و 5 کمری و اول خاجی هستش که به ریشه های عصبی کمر فشار می آورند. همچنین در بیشتر موارد سیاتیک ناشی از یک مشکل دیسک است، مانند فتق دیسک که میتونه به ریشه های عصبی فشار وارد کنه. و همچنین علائم دیسک هم شامل ضعف، احساس گزگز و بی‌حسی که این هم در بیشتر موارد به صورت یک طرفه هستش و شما میتونید در یک پا اونو احساس کنید، اما همیشه درد سیاتیک اینجوری نیست و به صورت یک درد مبهم است. دوستان توجه کنید که همیشه پیشگیری بهتر از درمان هستش، ولی نمیتونیم ما برای همیشه پیشگیری کنیم از ابتلا به درد سیاتیک. ولی مواردی که من براتون میگم رو حتما به یاد داشته باشین که میتونه براتون در جلوگیری از بروز این درد مفید باشه. 1. سعی کنید ورزش اون میزان نیاز ورزشی رو که باید انجام بدین حتما داشته باشید و اون تحرک کافیه رو داشته باشید. مورد دوم، در حین انجام فعالیت ها، حالا به خصوص افرادی که پشت میز نشینن یا افرادی که برای مدت طولانی حالت ایستاده در واقع به خودشون میگیرن، پیشنهاد میکنم که هر 15 دقیقه 40 دقیقه یه بار یه تغییر پوزیشنی بدن تا ستون فقرات از اون حالتی که کلاً توی حالت فیکس بوده بخواد در بیاد. و مورد بعدی اینه که سعی کنید اون پیاده روی روزانه رو حتما داشته باشین که میتونه یک تمرین بسیار مفید برای جلوگیری از در واقع درد سیاتیک شما باشه. و مورد آخری که بهتون پیشنهاد میکنم، اگر وزنتون زیاد هستش سعی کنید کاهش وزنه رو مد نظر داشته باشید و برای کاهش وزنم این مورد رو من توضیح دادم چه باورهایی غلط هستش
پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو هم حتما ببینید. در ادامه بریم با هم تمرینات درمانی رو برای آزادسازی عصب سیاتیک رو با هم دیگه ببینیم که پیشنهاد میکنم حتما همراه من انجام بدین و اگه تا به این لحظه کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید که هر هفته مطالب مفید رو براتون تهیه میکنم. تمرین اول که دقیقاً در همین حالت سعی میکنید پاتون رو به اون سمت زانوتون در واقع قرار بدین و با کمک دست هاتون زانو رو الان در این حالت با کمک دستام زانو رو سعی میکنم به سمت مخالف بکشم تا کشش رو در قسمت عضله سورینی و برای آزادسازی عضله پرفیوموس داشته باشم. و همچنین برای افرادی که این حرکت براشون سخت هستش که پاشون رو اون طرف زانو قرار بدن، میتونن دقیقاً به همین صورت حالا دقیقاً در کنار زانو قرار بدن و این کشش رو در واقع اعمال کنن. این تمرین رو در 5 ست برای هر پا اجرا کنید. تمرین دوم که به حالت درازکش قرار میگیرین و پاتون حالا روی اون یکی پا قرار میگیره و سعی میکنید کشش رو به صورت آرام و یک نواخت برای کشش عضلات این قسمت انجام بدین و این رو توجه داشته باشین که پاتون برای این که کشش خوبی برای عضلات پرفیوموس داشته باشه دقیقاً در همین صورت باشه، ولی برای اون دوستانی که میخوان فشار بیشتری رو در واقع وارد کنن دقیقاً در همین حالت سعی کنید زانوتون کاملا روی هم قرار نگیره و پاتون یکم در واقع با زانوتون فاصله داشته باشه تا کشش بیشتری رو در واقع اعمال کنید. این تمرین رو هم در 5 ست برای هر پا اجرا کنید و مکس 3 ثانیه‌ای رو رعایت کنید. در تمرین سوم دقیقاً به همین صورت، اونم در حالت خوابیده و درازکش هستش. سعی میکنید زانوتون رو در جهت مخالف حالا با کمک دستاتون هم که فشار میاریم به زانو سعی کنید کشش خوبی رو به عضلات این نواحی وارد کنید و این تمرین رو هم در 5 تا ست برای هر پا اجرا کنید و در کل سعی کنید تمرینات رو به آرامی و با ریتم ملایم اجرا کنید تا کشش رو دقیقاً در نواحی که مد نظرمون هستش احساس کنید. در تمرین چهارم دقیقاً به همین صورت پاهاتون صاف میاد بالا و بعد تا جایی که میتونین سعی میکنین مچ پاتون رو به سمت خودتون خم کنین تا فشار بیشتری رو برای عضلات قسمت پشت پا و سورینی داشته باشین. این تمرین رو هم در 5 تا ست اجرا کنید دقیقاً به همین صورت. حالا لزومی هم نداره بخواید مچ پاتون رو بیش از اندازه به سمت خودتون خم کنید، تا جایی که میتونید خم میکنید و بعد از پشت زانوتون میگیرین و به سمت خودتون میکشین. در تمرین بعدی که دقیقاً در همین وضعیت سعی کنید مچ پای در واقع مچ پاتون روی اون یکی زانو قرار میگیره و بعد با دستتون سعی میکنید فشار ملایمی رو به زانو وارد کنید و بعد در این مرحله ستون فقراتتون به جلو خم میشه. توجه داشته باشین که این تمرین هم یک تمرین 2 مرحله‌ای هستش، یعنی مرحله اول فشار ملایم به زانو، بعد حرکت ستون فقرات به جلو و این تمرین رو هم در 5 تا ست برای هر پا به صورت تناوبی اجرا کنید. در تمرین بعدی که پاهاتون دقیقاً در همین وضعیت، یعنی کاملا روی اون یکی زانو قرار میگیره و بعد با کمک دستاتون سعی میکنید زانو رو به سمت مخالف بکشین. دقیقاً در همین حالت ببینید با کمک دستام زانو رو به سمت مخالف میکشم تا کشش رو دقیقاً در این نواحی بتونم احساس کنم.
توجه داشته باشین که اگر براتون سخت بود میتونین به سطح دیوار یا صندلی تکیه بدین که فشار بیشتری به کمرتون وارد نشه. در تمرین آخر دقیقا در همین وضعیت قرار میگیرین، پاهاتون رو تا جایی که میتونین به سمت جلو خم میکنین و بعد تون فقراتتون به آرامی به پایین خم میشه. نکته‌ای که باید در حین انجام این حرکت توجه کنید اینه که مچ پاهاتون رو سعی میکنید به سمت خودتون و رو به داخل، یعنی مچ پا تمایل به سمت داخل هستش تا بتونه اون مسیر استیاتیک رو در واقع کاملا کشش بده. این تمرین رو هم در 5 تا ست برای هر پا اجرا کنید.